أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما بیاتان باشه که در درس‌های قبلی توحید گفتیم که توحید در عبادات به 4 بخش تقسیم کردیم. یکی عبادات قلبی بود و یکی توحید در عبادات زبانی بود. ما شما بخش اولش خلاص کرده بودیم، در بخش دومش هستیم که توحید در عبادات زبانی هست. و اگر فکرتان باشه در توحید در عبادات زبانی اولش حمد بود که ما شما درباره حمد که در عقیده چی نقش داره و چی احکام داره او را گفتیم. و امروز در جمله عبادات زبانی دعا هست که دعا را بشناسیم، در لغت چی میگه، در اصطلاح چی میگه، چی حکم داره، چی شرط داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اول دعا در لغت در زبان عربی خود دعا از مصدر دعوه دال عین واو گرفته شده و تقریبا چندین معنا داره. اول معنایش علما میگن که دعا به معنای توجه به طرف کسی با صدا و سخن می باشد. یک کسی را با صدا و سخن میخوای که توجه از او را به طرف خود جلب بکنی، اینا دعا میگن. از این خاطر کلمات رغبت، علاقمندی، استعانت، استغاثه، صدا، ندا یا کلش به حساب لغوی، یک لغت است یک اصطلاح، در حساب لغت هر کدام از این شامل دعا میشه. پس وقتی که از کس استعانت خواستی تو را دعا کردی، خاصی است بهش یک چیزه. دوم به معنای طلب و سوال میه. کلمه دعا را عرب ها برای طلب و سوال هم استعمال میکنن، مثل که در قرآن شریف در مورد بنی اسرائیل میگه که و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربک، دعا کو یا سوال کو یا بخواه از پروردگارت. پس اینجا دعا به معنای خواستن و سوال کردن است. به معنای ندا هم میه، صدا کردن. و داعیا الی الله باذنه، چی معنی؟ مردم ندا میکنه یا صدا میکنه به طرف الله که او مردم بین عبادت الله را بکنین، او مردم بین از الله بترسین، او مردم بین به غیر الله رجوع نکنین. این هم دعا میگن، صدا کردن مردم، طلب کردن مردم، خواستن مردم به طرف یک کار خیر. به معنای تسمیه یا نامگذاری هم میگه. مثلا یک نفر میگه که دعوت ابنی زیدن، ای سمیت ابنی زیدن، من بچه خدا نامش زید ماندم. و در قرآن عظیم الشان میگه ادعوهم لآبائهم، هر کسی را نامگذاری کنین به نام پدرانشان. قرآن چی میگه؟ ادعوهم لآبائهم، یعنی صدایشان کنین به نام کی؟ به نام پدرایشان. احمد محمد ابن عبدالله، فلانی عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، خالد ابن ولید، کل ازیان به پدر است. جادوگرا و فالبینا و تاویزگرا و رمل اندازا یا چرا به نام مادر صدا میکنن؟ به خاطر که اونا اولین کارشان که شیطان خوشحال میسازن، شیطان میخواه که ضد قانون قرآن قانون بسازن. هم شیطانای انسی و هم شیطانای جنی. شیطان های جنی چرا خوشحال میشن از تاویزگرا را خوش دارن؟ چرا فالبینا را خوش دارن؟ چرا امرای ما کمک نمیکنه، امرای یک جادوگر کمک میکنه؟ چرا پری و جن سرما نمیشینه، میره سر از او میشینه؟ اینال کل مشکلات چی است؟ به خاطر که سر از اونا حکم ابلیس تطبیق بکنه. ابلیس میگه که مردم به نام مادرش صدا کن. قرآن میگه ادعوهم لآبائهم.
این فرق است. از این خاطر هر کسی که در تعویض خود به نام مادر نوشته کرد بفهمین که این پیرو ابلیس است. چرا پیرو ابلیس است؟ چون آیت قرآن میگه که ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. شما به نام پدرایشان اونان را صدا کنید، اینمی عادلانه تر است. اما ابلیس میگه نه، به نام پدرش صدا نکن، به نام مادرش صدا کن. و تعویضگرا و جادوگرا و فالبینا و کسایی که در کسب کمال هستن یا چی میکنن؟ یا به خاطر از اینکه ضد قانون الله قانون بسازن، از این خاطر در تعویض همیشه سیل کنی نام کی رو نوشته میکنه؟ نام مادرشه. من یک برنامه دارم، مال در استودیو رو ثبت میکنم به نام رسانه ها. یکی از رسانه ها سر این مسئله بحث میکرد. اما نفری که مسئول اینمی مبارزه با جادو و با اینمی خرافاتی گپا بود در یکی از کشورهای عربی، او گفت خوب یک عالم است، او گفت چرا به نام، گفت از جادوگرا ما پرسان کردیم و چرا به نام مادرش نوشته میکنن؟ گفت به دو دلیل. یک دلیلش که جادوگرا میگن که اینمی کسی که پیش ما آمده این عقیدهش از نگاه عقیده خراب است، پس تو چون به من عقیده کردی و من شاگرد ابلیس هستم، از این خاطر تو باید قانون غیر الله سر تو تطبیق شوه، به عوض نام پدرت باید نام کی گرفته شوه؟ نام مادرت. و دوم گفت جادوگرا به این عقیده هستن که اینمی نفره که پیش ما آمده این حلال زاده نیست، این اولاد حلال نیست، حتما مادر از این زنا کرده و این ولد زنا هست، بناهن نسبتش به پدرش در شک است، از این خاطر نسبتش به مادرش صحت است. پس جادوگر میفهمه که کسی که پیش من میایه حلال نیست. ششم معنای دعا به معنای تشویق به یک چیز است. مثلا در آیت شریف میگه والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء. الله شما را تشویق میکنه به طرف کار دارالسلام یا جای سلامتی. هفتمی معنایش به معنای عبادت هم دعا. ان الذين تدعون من دون الله، یعنی یقینا کسانی که شما عبادت میکنین به غیر از الله عباد امثالکم، بنده هاست مثل شما. هشتمی معنایش به معنای رغبت و علاقمندی میه. رغبت و علاقمندی چرا میگه؟ مثلا یک کسی را به یک چیزه اما چی میسازش؟ رغبت میتیش و علاقمند میسازش. نهمیش به معنای استعانت و استغاثه میگه که مثلا یک کسی از یک کسی استعانت و کمک میخواه. ودعوا شهداءکم، در روز قیامت در چی هست؟ در دنیا مثلا کسایی که میخواین که مثل قرآن دیگه آیت بسازن، بهش میگه ودعوا شهداءکم، بخواین شاهدانتان را من دون الله و غیر از الله که شما اگر کمک کرده بتونن. به معنای قول و سخن هم میاد. فما کان دعواهم، ای یعنی چی نبود دعواهم اذ جاءهم بأسنا، دیگه چی یعنی سخنشان. این هست در لغت. در اصطلاح اینجا بر ما شما در لغت چندین استعمال داره، اما دعا در اصطلاح که است ایره علما تعریف خاص کردن که مقصد اصلی اسلام اینجا معلوم میشه. علامه ابن کثیر رحمه الله دعا را چه قسم تفسیر کرده؟ در تفسیر قرآن عظیم الشان تألیف ابوالفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر القریشی الدمشقی در جلد اول صفحه 134. علامه ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ میگه و فی الشرع دعا در عبادت عبارت اما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف. دعای واقعی شرعی کدام یکی است که در او سه چیز جمع شوه؟ هم در اون محبت باشه و هم خضوع بسیار خشوع باشه و هم خوف باشه از الله سبحانه و تعالی. اینی دعای اصل که هم در اونجا با الله محبت داری چون رحمان و رحیم است، تو را خلق کرده، تمام نعمتها را بر تو داده، و در مقابلش از عدالت الهی باید بترسی و با بسیار شکستگی در مقابل از او دست دعا را بلند کنی. اینی را دعا میگن از نگاه شریعت اسلامی. و اینمی قسم اگر کس به کس محبت داره و از اون میترسه و بر از او خود ذلیل میسازه، اینی حق مخلوق نیست که تو پیش یک مخلوق بری از او بترسی، به همراه از او محبت داشته باشی و پیش از او خود ذلیل بسازی.
این حق الله هست. این عبادت اصطلاحی است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه هي اسم یجمع کمال الحب و نهایته. میگه این دعا چی است که جمع میکنه کمال محبت الله را و نهایتش، و کمال الذل لله و نهایته، و کمال ذلت. تعریفایشان با هم نزدیک است. یعنی خوب برای کسی که دعا میکنی به همراه از او محبت داشته باشی، در مقابل خالقی که تو او را خالقت فکر میکنی، میگه همراه از محبت بسیار بی نهایت و بسیار خود در مقابل از او ذلیل بسازی. فالحب الخلی عن الذل و الذل الخلی عنه لا یکون عباده. اگر محبت داشتی دو ذلت نبود و اگر ذلت بود دو محبت نبود، باز این چی هست؟ این عبادت واقعی نیست. و انما العبادت ما یجمع کمال امرین. وقتی که تو واقعا به الله عبادت میکنی باید اردو بخش با هم یک جای کنیم. علامه طیبی رحم الله چی میگه؟ میگه هو اظهار غایت التذلل والافتقار الى الله والاستکانه له. این عین تعریفات بسیار نهایت خود ذلیل میسازی و خود فقیر فکر میکنی و با او آرامش میگیریم. و علامه مناوی چی میگه؟ میگه هو لسان الافتقار به شرح الاضطرار. به زبان بسیار فقیری مشکلات خود برش بیان میکنی. اینمی چی است؟ این عبادت است. پس خود ذلیل ساختن در مقابل الله سبحانه و تعالی و دست دعا بلند کردن و سر خود خم کردن و بعضی حالات در حالت سجده قرار گرفتن، بعضی حالات در حالت رکوع دعا کردن، بعضی حالات در حالت سجده دعا کردن، این کل ازی بعضی حالات در حالت ایستادن دعا کردن، این کلش به هر شکلی که انسان می باشه، این کل از اینا دعا هستن و اینا عبادت هستن و این مخصوص الله سبحانه و تعالی هست. اگر کسی در مقابل یک مخلوق زنده باشه یا مرده باشه یا در مقابل یک قبر به می شکلی که ذلت و خواری و محبت باشه بر از او دعا میکنه، در حقیقت او را در عبادت خالق متعال داخل کرد. چرا؟ حکم دعا چی هست؟ حالا حکمش میخوانیم، بعد از حکمش میفهمیم. قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و قال ربکم ادعونی. گفت پروردگارتان که ادعونی، به ما دعا بکنین، از ما بخواین. ادعو، دعا بکنید، نی بر ما. پس وقتی که اینجا الله امر کرده، پس بالای مسلمان معتقد فرض است، واجب است که فقط دعا را برای کی بکنه؟ به الله بکنه. ادعونی استجب لکم. و باز در ختم آیت چی میگه؟ ان الذين یستکبرون عن عبادتی. یقینا کسانی، در ختم میآید کسانی که استکبار میکنه از عبادت من. سیکو در یک جای گفت که در اول آیت چی میگه؟ در آغاز ادعونی به من دعا بکنین. و باز در آخر چی میگه؟ ان الذين یستکبرون عن عبادتی. از اینجا علما میگه سعی کنین دعا چی است؟ عبادت است. دعا چی است؟ عبادت است. پس کسی که دعا را به غیر الله میکنه در حقیقت عبادت به کی کرده؟ به غیر الله کرده. و متاسفانه بسیاری کسایی که عقیده را نمیفهمن، عبادت غیر الله را میکنن لکن نمیفهمن و نفهمیدن از در هیچ قانون نفهمیدن عذر پنداشته نمیشه. اگر دریور تکر کنه و به ترافیک بگه والا من قانون نمیفهمیدم، ترافیک میگه چرا نمیفهمیدی؟ بد کردی که دریوری کردی. اگر یک مسلمان در روز قیامت بگه پروردگار من کلمه خواندم لکن نمیفهمیدم، الله از پیش قبول نمیکنه. به خاطر از این میگه که خب در درس نمیامدی. خب شما تمام روز دعا داشتین که والای در افغانستان علما خدمت دین نمیکنن، درس نمیتن. درس خب براتان اعلان میشه، همه روزه هست، در هر جمعه هست براتان. که ما در خانه بسیاری وقتا انتقاد میکنیم شما روز جمعه هم رخصتی ندارین. پس روز جمعه خود هم ما به خاطر رضایت الله وقف کردیم و میم درس خود میدیم و درس عقیده هم برات هست، سیدی شو هم جور میشه. و مسلمان های دیگه پیسه شخصی از نفقه فامیل خود برای ادیتور و برای فیلم بردار و برای کامرامین و برای تعمیر از او برای معاشاتشان پیسه میتن تا که درس عقیده ساخته شو و بر تو برسه. و بالاخره کسای دیگه خود وقف کردن اینمی سیدی ها را در بازار و در کوچه و در مسجد و در هر جای توزیع میکنن و در اینترنت هم داخل میکنه. یک نفر از لندن میایه و ما میگه که من 10 سال گمراه بودم
10 سال بعد میگه من کتی یک یهود بودم. دمی هفته گذشته یکی از دوستا آمد پیش من، گفت ما از لندن آمدیم. خب من زیاد دمی بغل خود گرفت گفت ما از لندن آمدیم و ما 13 سال پیش گفت من در لندن رفتم، 13 سال اونجا زندگی میکردم. 10 سال پیش گفت من هیچ چیزی از دین بی‌خبر بودم، نمیفهمیدم. گفت یک روز یک رفیقای من یهودیا بودن، گفت من گفتن یک 3 سال پیش که ببخشید تو مسلمان هستی، هندوستی، نصرانی هستی، چی هستی؟ ما تو را در طول 10 سال ما در فاکولته گفت بودیم یک انجینری میخوان. گفت من انجینیر هستم، انجینری در لندن خواندیم. گفت من در فاکولته پرسان کردن که شما تو چی هست؟ وات یور ریلیجن؟ میگم گفتم که من مسلمان هستم. گفت عجب، هر جایی که میبرمت میری، هر چیزی که برات میتی میخوری، خب اما تو فری آزادی. چه قسم مسلمانیسم؟ واقعا مسلمانان رو در دنیا دیده بودیم که واقعا بسیار صفات خوب داره. میگم سر من بسیار تاثیر کرده. بالاخره گفت من CD های علما را از طریق اینترنت ده سرچ کردم و بالاخره گفت پیدا کردم یک چند نفر علمایی که به انگلیسی صحبت میکردن. خب گفت از اونها استفاده کردم، لکن چون من اصلا افغان هستم، زبان فارسی خودم، بالاخره وقتی که پرسان گشتم گفت CD های شما را و از دیگه استادا را و اینا را گفت پیدا کردم از علمایی که در افغانستان CD هایشان از طریق اینترنت نشر شده. گفت من میاره دیدم و بالاخره من توبه کردم و حالا یک مسلمان 3 سال است دیگه. تو مسلمانی که میخوایم خدمتگار خوب واقعی دین باشه. من به تو اتور در تلفن گپ میزد، گریه کردم میره که احبک فی الله، من تو را به خاطر الله دوست دارم، به خاطر الله دوست دارم، به خاطر الله دوست دارم. یعنی گپ سر ازی است که او در لندن هدایت میشه، صحیح است نه؟ او در استرالیا کس آمده بود می هفته، او در استرالیا اجازه میخواد که استاد اجازه است در CD های شما، چون اونجا وقت مردم زیاد نداره، 20 دقیقه 30 دقیقه ما 5 دقیقه جور میکنیم تا که اول مردم تشویق شون، باز پسان با CD کامل میشون. او در استرالیا خدمت دین میکنه، او دیگه در لندن اصلاح میشه، یکی دیگه مثلا در امریکا اصلاح میشه. و تو در شهر کابل گشتی و در روز جمعه صاحب تمام روز پیش فیلم تلویزیون شتی، باز در روز قیامت وام میخیزه میگه که من مسلمان هستم و تو هم میگی من چی هستم؟ من مسلمان هستم. تو تمام روز صاحب علا در پای مردم بفت، علا در هر کس که قرآن درس داد وهابی است، هر کس که حدیث درس خواند وهابی است، هر کس که صحیح البخاری را خواند وهابی است، هر کسی که قرآن عظیم شان ترجمه کرد وهابی است. خیکی وهابی نیست در شهر کابل در افغانستان. هر کسی که صاحب قرآن شریف و پوشک بسیار خوب آمد جور کرد، در سر عارض گرفت، عارض هم قلایش لچ راه رفتن اکای داغ و دل میمانه. یعنی اگر او تو را دوست می‌داشت میگه راه رفتن اکای دل مشاد میسازد. او گفته راه رفتن داغ چی میکنه؟ در دل میمانه. و روزی که تو دمی خانه میای کت بوت خونپر مرغ میکشن، بوتهاش خونپر میکنن که یعنی تو کت خون و چتلی و مرداری بیاد در خانه داخل شو که تو کت شیطان خوشحال هستی. و باز اینی خوب آدم است. یا قرآن شریف بسته کن اونجا ببر بین زیارت منو در بالا سر کلیت هر کس سر دروازه بسته کن، ما قربان سر دروازه میشم. چرا خب قربان سر دروازه میشی؟ به خاطر که قرآن شریف 3 بلس خاک در سر دروازه است. اینی بسیار خوب مردم است، اینی بسیار خوب مردم هستن. اینیا هیچ کتر غرض ندارن و بسیار خوب مردم هستن. اینی خوب است. اما اگر مثلا برشون از قرآن گپ زدی دیدی این خلاص. من در جمعه یک جای رفته بودم، 1-2 جمعه پیش بود بخلم، رفتم گفتم 4 اصطلاح هست، یکی استریمیست افراطی، یکی تروریست، یکی فاندامنتالیست بنیادگراد و یکی وهابی. 4 اصطلاح را انگلیس جور کرد که از این 4 اصطلاح خود خوب مجاهده ببینی صاحب که یک عکس چه سال میگه این ریش صاحب که از نافم پایین آمده به خاطر که آلید تروریست نگن. باز اگر ریش صاحب هر روز که میره برای سلمان دیگه چی میگه بچه این در قسمت ریش دیگه تو هر قسم که درو میکنی مقصد درو کده برو. حالا صاحب میگه که عکس 5 سال 10 سال پیش حالش صاحب سال کنی او عکس با این عکس بیخی به خاطر از اینکه انگلیس برای گفته که اگر ریش داشتی تو چی هستی؟ تو افراطی هستی. اگر خانمت حجاب داشت تو افراطی هستی. پس مادر اولادار هم صاحب جمپرای کولج برای جور کو خودت هم ریش میشکل کو تا که چیزش. اگر قرآن خواندی گپ انگلیس است. بسیاری کسا گپ انگلیس نمیزنه لکن نمیفهمن و بسیاری مولوی صاحبا میفهمه که این مردم گپ انگلیس میزنه لکن به خاطر ازی که مردم که جنجال نکنه باز قرار خدا چپ میگیره. مولوی صاحب کسی که قرآن درس میته وهابیست
کسی که تفسیر قرآن میخونه وهابی است، کسی که صحیح البخاری درس میده وهابی است، کسی که صحیح مسلم درس میده وهابی است. این دیگه به خاطر ازی که خانگاه که من نگیرن، او مسجد مفت، خانگاه که مسجد مفت، نوبت مفت، مقتدیان لندغر. حالا اگه این ما برش بگیم که نه این کارا نیست، باز مرا میگه برو مولوی صاحب بستری تو بگی تو هم وهابی شدی. از این خاطر خدا چپ میگیره. با 4 اصطلاح خود انگلیس کمر نیم ملت افغانستان شکستاندن. همه بسیاری کسا به خاطر نمی گپ انگلیس گپ قرآن قبول نداره، به خاطر گپ انگلیس گپ رسول الله را قبول نداره و در روز قیامت بخیزه. والا گفتیم خبرشان میگیم، گفتیم هم دعوام کرد ما اشتم که گفتیم یگان تا بر من میگه والا استاد فلان جا ما گفتم هو یتیم تو سیلیا خورده که در سیلیا درد نمیکنه. لکن آنچه که حق است باید حق بر مردم رسانده شد. و اگر به حق بر انسانی که حق طلب است برش میگیم که از که نمیخواد دلش. به هر صورت در حکم دعا ما شما میبینیم که الله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حکم دعا چی میگه؟ خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه ما چی کاره هستیم که از دل خود میگه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریفه که سعی کنین حدیث شریف سنن ابی داود این حدیث روایت کرده و شیخ ناصرالدین الالبانی که محقق است گفته این حدیث صحیح است. در این حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه که عن نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ عبادت است. خب پس فرمول است دعا عبادت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت دعا و مردم عبادت است. اگه امت ما هستین دعا عبادت است. و قرآن برات میگه که تو مسلمان در 5 وقت نماز بر الله تعهد کو که خاص را عبادت میکنی. در هر رکعت نماز مسلمان تعهد میکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود در روز قیامت از پیشت پرسان شوم. صحیح؟ از پیشت پرسان شوم که آیا حدیث برات خوانده شده بود که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است؟ برش بگی بله صاحب. آیا این تعهد هر روز میکردی که ایاک نعبد و خاص پروردگارت را عبادت میکنم به کسی دیگه عبادت نمیکنم؟ بلی را میکردم. پس چرا میرفتی دست دعا را بعد مقابل شاهد شمشیر استاد میکردی؟ و شاهد شمشیر فکرتان باشه در قرآن میگه در روز قیامت الله عیسی علیه السلام استاد میکنه. برش میگه یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله، آیا تو گفتی؟ به خاطری که مردم زیادتر نصرانی ها خود پیرو کی میگن؟ عیسی علیه السلام میگن و برش عبادت میکنن. الله یارا میگه استاد بان دانا از کلش بند است. از امو کسی که اونا میگن برش میگه که انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله، آیا تو گفتی؟ حضرت عیسی علیه السلام در مقابلش میگه که پروردگار ان كنت قلته فقط علمته، اگر من این دیگه میگفت تو خود میفهمی، من ها گفتی میگم. و در سر من تومت کردن و یا پیروای من نیستن. از این خاطر صاحب پاپ جان پال، پاپ بندیکیت، نصرانی ها در اینمی یک کلمه گپ عیسی علیه السلام رویشان سیاه میشه، چون به کسی که اونا میگفتن او از پیشان اظهار براعت میکنن، بگه من نگفتیم، دروغ میگه، سر من تومت کردن. و عین گپ الله سبحانه و تعالی شاهد شمشیره را برای ما مردم افغانستان و حضرت علی که در مزار میگه سخی جان استاد میکنه که آیا شما بر از این مردم گفتین که به ایواز عبادت الله بیاد قبر ما رو کو سجده کو، ایواز یا الله نام ما را بگی، ایواز از این که به الله رکوع سجده کنی از او شفا بخوای پیش ما بیا شفا بخوای، کل اولیاء الله استاد میشن و میگن پروردگار ما موحد بودیم، یک تا پرست بودیم، به خاطر دین تو و به خاطر اعلای کلمات الله خون خدا ریختاندیم و این مردم دروغگوی است، پیرو ما نیست. سر ما تومت کردن و الله عالم الغیب و شهاده است. الله عالم الغیب و شهاده است. هیچ وقت حضرت علی کسی نگفته که ایواز یا الله یا علی بگو. هیچ
هیچ روایتی از حضرت علی رضی الله عنه نیست که بر کس گفته باشه که ایواز نام الله نام مرا بگی، یا علی یا حسین یا شاهد شمشیره یا عمر یا ابوبکر یا فلان یا فلان. هیچ ولی از اولیاء الله، هیچ نبی از انبیاء الله، هیچ صحابه از صحابه رسول الله این کار نکردن. و هر کسی که در مقابل از یا رکوع میکنه و سجده میکنه و دست خود در مقابل از اینا بلند میکنه، سر از اینا تهمت میکنه و در روز قیامت از اینا اظهار بیزاری میکنه، اظهار بیزاری میکنه. و بعضی از دجالا هستن که به نام از واسه شیشتن و صاحب قواره رو صاحب الا بیاین پای مرا ماچ کنین، الا بیاین صاحب دستای مرا ماچ کنین، الا بیاین صاحب ریش مرا ماچ کنین، الا صاحب زیر پای ما خدا پرتین. این مردما یا باز در جمله تواغیت میرن. اگر برای کسی عبادت را بکنه، در مقابلش رکوع بکنه یا سجده بکنه و اینمی نفر ببینه که برای من عبادت میکنه و این خدا خاموش بگیره، بازی طاغوت گفته میشه. از این خاطر در قرآن میگه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی مسلمان واقعی است که به طاغوت کافر شد و بعد از او به الله ایمان میاره. اول باید به طاغوت چی شوی؟ کافر شوی. و طاغوت کسی است که میخواد که قانون ضد قانون الله بسازه و مردم به عبادت خود دعوت بکنه. دیگه از این خاطر برادرای محترم، نظر به این حدیث شریف، نظر به این آیت قرآن که وقال ربکم ادعونی، دعا بکنین برای من. و باز میگه که ان الذين یستکبرون، کسایی که دعا نمیکنن به الله یا متکبر هستن. الله گفته که اینمی دعا ای عبادت است. مقام و منزلت دعا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء اكرم على الله تعالى من الدعاء. ابو هریره رضی الله عنه چی میگه؟ میگه که هیچ چیز مکرمتر به نزد الله نسبت به دعا نیست. الله دعا را بسیار خوش داره. وقتی که بنده میاد در مقابل پروردگار سجده میگذاره و دعا میکنه و حضور معذرت خواهی میکنه. سنن ترمذی 2370. و در حدیث شریف دیگه هست که ابن حبان نمبر 2403 به سند صحیح روایت میکنه، میگه اذا سأل احدکم فلیکثر. و کسی که میگه سوال میکنه از الله باید زیاد دعا بکنه. خوب 2 بجه شب بخیز، خوب وضو بکو، خوب دروازه را بسته کو، هیچ کس نبینید، سجده بکو و در حالت سجده به الله خوب زیاد دعا بکو. فلیکثر فانما یسأل ربه، او از پروردگار خود سوال میکنه. حالا از ما شما کتیر میشه، از یک روز موتر کتیر میشه قسمی، هیچ چیز از میاجا کتیر میشه قسمی، از در قبرستان کتیر میشه قسمی. وقتی چی یعنی چی معنا، یعنی چی گفتی تو کتم قصه در باز ساکت نه اما یک این چی گفتی؟ یعنی چی یعنی بی قسمی کده میری ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اگر گفتی خو یک 2 ثانیه وقت میگیره. اگر اللهم درود گفتی یعنی چی است که تو فقط متعظمی از تیر میشه دفعه دسته چی میکنه. از این خاطر میگه وقتی که دعا میکنین در دعا باید بسیار با عذر و عاجزی در مقابل الله ایستاده هستید. از این خاطر اکثار فلیکثر رسول اکرم صلی الله علیه و میگه زیاد دعا بکنید، زیاد بخواید از الله. میگم سر از که اقسام دعا چه قسم تقسیم میکنیم دعا را 2 قسم علما تقسیم میکنن. یکی خود کلمه دعا که مصدر است این تقسیم میکنن چه قسم میشه، و یکی به اعتبار کسی را که تو برش دعا میکنی. در قسمت ازی که دعا میکنی میگه ای یکی دعای مسئلت است و یکی دعای عبادت. به اعتبار مصدرش دعای مسئلت چی معنی که یعنی سوال میکنی، هو طلب ما ينفع الداعی و طلب کشف ما یضره و دفعه. یک کس دعا میکنن تا که امی برش منفعتی برسه و ضرر از او دور شوه. از او خاطر ای دعا میکنن، ای دعای مسئلت میگن.
فانه هو المعبود بالحق، و کسی که مالک نفع و ضرر هست ای الله هست. از این خاطر به بارگاه الله دعا میشه. دومش دعای عبادت است. دعای عبادت چی میگه؟ هو الذی یتضمن الثناء علی الله تعالی، چیزی که ثنا را شامل ثنا به الله میشه، بما هو اهله و یکون مصحوبا بالخوف و رجاء، که ای با همراه خوف و رجا یک جای می باشه. این دعای چی است؟ بین دعای مسئلت و دعای عبادت چی هست؟ میگه وقتی که تو یا سوال میکنی یا به خاطر عبادت دعا کرد نمیری، میگه اردویش با هم ارتباط داره. وقتی که مشکل داشتی دعا کردی، اینمی که مشکل داشتی وقتی که دست دعا بالا میکنی، اردویش میگه اگر بر مسئله و قصد مسئلت کردی عبادت هم شامل میشه، و اگر به قصد عبادت کردی مسئلت هم اردویش شامل میشه. از این خاطر در هر دعا اردوی از اینا شامل هستن. اما دعا به اعتبار از این که مثلا در مقابل چی است؟ به اعتبار کسی که تو او را از او میخوای، میگه 4 قسم است. یکی است که یک کسی غیر الله را عبادت میکنه و به غیر الله دعا میکنه. بعضی کسا هستن مثل مهتاب پرستا و ستاره پرستا، یا هم مهتاب و ستاره و عبادت میکنن، هم بر از او دعا میکنن، از اونا میخواین، از اونا کمک میخواین، از ستاره و از چیز طرا. دوم کسایی هستن که عبادت به الله میکنن لکن استعانت و کمک از غیر الله میخواین. اینی مردم در عبادت الله غیر الله را چی کردن؟ شریک ساختن. در عبادت الله غیر الله را شریک ساختن، مثل مشرکین قریش که اونا به الله عبادت میکردن، بسیاری وقتا چیز میکنن لکن پیش بت میرفتن، از او کمک میخواستن. و بعضی از کسایی که به نام مسلمان هستن عبادت الله را میکنن لکن دست دعا را به غیر الله بلند میکنن. سوم قسم کسانی که عبادت مخلوق میکنن ولی در وقت مشکل باز به الله رجوع میکنن. و این کسایی بودن که در وقت قریشی ها اونا عادت داشتن که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، احسن عبادت بت میکردن، عبادت به قبر میکردن. با اینجا میرفتن، باز وقتی که در یک کشتی یک آنجای خطرناک سرشان فشار میامد، باز میگفتن خدایا ما را نجات بده. این قسم سوم مردم است. و چهارم کسانی هستند که فقط به الله عبادت میکنن مطابق ایاک نعبد، و فقط از الله استعانت میخواین مطابق ایاک نستعین، و فقط دست دعا را به الله و بارگاه الله بلند میکنن مطابق ادعونی استجب لکم. این قسم چهارم قسم موحدین یکتاپرستای واقعی هستند. یک مطلبی که بسیار مهم است و او را برتان دو هفته گذاشتم کم کم سرش روشنی انداختم که امی بت پرستا که پیش بت میرفتن و قبر پرستا وقتی که پیش قبر میرفتن، وقتی که بر از اینا گفته میشد که شما چرا پیش از اینا میرین، میگفت والا اینا ما را به الله نزدیک میسازن. امی که پیش از این نفر پیش بت میرفتن که این دوست خداست، این لات، این منات، این هوبل، نصرانی ها پیش قبر عیسی علیه السلام، یهودی ها و پیش قبر موسی علیه السلام، و یا مثلا مشرکین حبشه پیش قبر اولیاء الله خود که میرفتن، وقتی که از اینا پرسان میشد که شما چرا پیش از اینا میرین، میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگفت ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر به خاطر از اینکه ما را نزدیک بسازن اینا به الله. ما میریم یا دوستای خدا هست یا مشکلات ما را کمک میکنه که ما روسیه و شرمنده هستیم، پیش از یا میریم باز یا ما را به خداوند عذر نیاز ما را پیش میکنه. اینجا علما میگن سعی کنین، اما خود مشرک گفت که اینمی کار را که ما میکنیم عبادت است. از این خاطر چی گفتن ما نعبده، ما یا عبادت نمیکنیم مگر عبادت میکنیم به خاطر که ما را به خدا نزدیک بسازن. پس اینمی که یک نفر میره پیش یک مخلوق و بخواه که او را در بین خود خالق وسیله و واسطه بسازه که تا ای دعای از این بالا ببره، تا ای مشکل از این حل بکنه، اینمی میگن که این عبادت است. دیگه از این خاطر در آیت شریف دیگه که میگه که وقیل لهم این ما کنتم تعبدون من دون الله، در روز قیامت بر از اینا میگه که خب اما کسایی را که شما میرفتین عبادت میکنین که شما را به خدا نزدیک بسازه کجا هستن؟ و خودشان در غم جان خود هستند و خودشان به مشکلات گرفته هستند. هل ینصرونکم، آیا اونا شما را کمک میکند؟ او ینتصرون انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و کسانی را که شما بغیر از الله عبادت میکردین، در صورتی که اون نفر که عبادت میشه او راضی باشه، کلتان از آتش حسب جهنم هستید.
نتیجه دعا به غیر الله چی است؟ در قرآن امر شده صراحتا که شما عبادتتان فدعوا الله مخلصین. اخلاص چی رو میگه؟ اخلاصی رو میگه که انسان یک کار فقط برای الله بکنه. پس در قرآن میگه که فدعوا الله، الله را دعا بکنین مخلصین، با اخلاص له الدین، که دین دارید فقط بر از او باشه. پس کلمه اخلاص دارین چی کردن؟ قید کردن. در جای دیگه ایش هست میگه از دعا به غیر الله صراحتا نهی کرده. چی گفته؟ ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد سجدگاه فقط برای الله هست. هر جایی که اونجا مردم سجده میکنن او فقط برای الله هست. در سجدگاهتان بغیر از الله به کسی دیگه عبادت کسی طلب نکنید. و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له. الله در قرآن عظیم شان میگه کسایی که بغیر از الله به کسی دیگه دعا میکنن یا میگه کدام دلیل ندارن، متاسفانه دلیل ندارن، فانما حسابه عند ربه. با این نشانه محاسبه امرایشان الله در روز قیامت میکنه. انه لا یفلح الکافرون. انسانای کافر کامیاب نمیشن. دلیل نداره، حسابش پیش الله هست و الله کتش محاسبه میکنه. و ان شاء الله تعالی هفته آینده باز ما و شما شروط قبولی دعا را اگر زنده بدیم ان شاء الله تعالی میخوایم که دعا با کدام شرایط قبول میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه استاد و برادران عزیز، استاد بزرگ امروز در سلسله دروس عقیده عبادت های زبانی را به ما گفت که حمد و ثنا بود. در سال گذشته منادا بود که ما باید لفظ یا الله را استعمال کنیم. لفظ هایی که یا محمد یا علی یا هر چیز دیگه از غلط است و گناهگار میشه انسان. و سوم که امروز درس خواندیم درس دعا بود که استاد محترم هفت معنا را به ما گفت که به اصطلاح نامگذاری و ندا کرده خواستن میگم. و از این درس که بهره خوب ما گرفتیم می بود که اصطلاح دعا را ما فهمیدیم که باید وقت زمانی که انسان دعا میکنه با کمال محبت به خداوند و ذلت به او و به یعنی با امو کمال محبت به خداوند نشان بده و امو به فقیرانه دست خود به سوی خداوند دراز کنه. و مسئله مهمی بود که دعا عبادت است که آیه قرآن عظیم شان بود که استاد تلاوت نمودن و حدیث پیامبران بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که عبادت دعاست. عبادت دعاست، یعنی دعا عبادت است. دعا عبادت است. یعنی این مسئله بود. و استاد اقسام دعا را همچنان گفتن و گپ یکی بود که نتیجه دعا کردن باشه که فقط اخلاص در کار باشه و باز هم یعنی کمال محبت در شرط است و با خوف و رجا به خداوند دعا کنم. و کسی که بغیر از خداوند دعا میکنه هم از جمله مشرکین و گناهکارا حساب میشه، هم از جمله مستکبرین. چرا استاد فرمودن که هر کسی که بغیر از خدا دعا میکنه از جمله مستکبرین شامل میشن. این بود خلاصه درس امروزی که من برداشت از او کردم و به شما تقدیم کردم. خداوند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درسی که امروز برداشت کردیم استاد بزرگوار فرمودن که نادانی که بعضی انتقاد میگردن در جامعه امروزی که علمای کرام خدمت نمیکنن، برای علمای افغانستان خصوصا خدمت نمیکنن. و استاد بزرگوار فرمودن که حتی علما روزای جمعه وقت خود در خدمت دین خداوند یار زنده داشته باشه میدن. و کسایی که بخوان که یک نفر حتی در لندن، در امریکا، در کجا و کجا از طریق رسانه‌هایی که مثلا روی دست دارن اسلام میشن و راه دین پیش میگیرن، اینا هدایت میافن و این نادانیشان در پیشگاه خداوند در روز آخرت هیچ عذر معقول پنداشته نمیشود. و همچنان کسانی که بغیر خداوند ندا میکنن، دعا میکنن، دعا یک نوع عبادت است. و از مشرکین از یا که میپرسیدن که شما چرا عبادت میکنی و میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما یا عبادت نمیکنیم به خاطر که یا بر ما را به خداوند نزدیک میسازه. و دعا که است مغز عبادت رسول الله مبارک میگه شما به کثرت دعا بکنی، از صدق دل دعا بکنی، در دو بجه شب تا بخیزی و در سجده در رکوع الله تبارک و تعالی را بخوای، خداوند دعای شما را قبول میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در درس امروزی که ما فهمیدیم در رابطه با دعا بود که دعا فقط عبادت است. الدعا هو العباده، که دعا یعنی عبادت است. یا دیگه حدیث گفته شد که دعا مخ العباده، که دعا مغز عبادت است. فقط اینجا که فهمیدیم که دعا عبادت است، عبادت به کی میشه؟ عبادت خاص به الله میشه. پس ما کوشش کنیم که همیشه عبادت یا دعا را خاص به الله بکنیم. و گفتیم که بعضی استاد محترم عرض کردن که بعضی انسان ها است که الله را عبادت میکنن ولی ضرورات و مشکلات خود از غیر الله میکنن، ولی بعض اشخاص هست که عبادت غیر الله را میکنن، وقتی که مشکلات برشان رخ شد باز به الله رجوع میکنن. دیگه ما اینجا اینمی فهمیدیم که فقط وقتی که ما دعا عبادت شد، الله را عبادت میکنیم، خاص الله را عبادت میکنیم و ضرورات و مشکلات خود همیشه از الله سبحانه و تعالی میخواهیم. و صلی الله تعالی علی خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله وحده و الصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. مشکل خب دعا را انشالله که اکثر مردم میفهمند که دعا عبادت است. در باره انشالله که اکثر مردم معلومات دارن. تا جایی که ما دیدیم مردم خودم اونا مشکلی که در دعا دارن، در دعا خواستن از خداوند در بین خداوند و در بین مخلوق واسطه ها را اینا میارن که اینمی نقطه است که انسان به کفر و به شرک میکشنن. و ما خودم همین هفته گذشته خانه یکی از اقارب رفته بودم و اونا اقارب بسیار نزدیک ما بودن و متشاو کشیشتیم در این باره امرای ما بحث کردن. دیگه مرا گفتن که همین وهابیا که هستن دین خراب کردن. ما گفتم چطور؟ گفت اینا اولیاء الله را قبول ندارن و یک اختلاف گفت در بین علما اینا پیدا کردن. باز ما گفتم با کدام دلیل از اولیاء الله خود کسی انکار کردن نمیتونه؟ چرا که در قرآن ذکر است که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و باز به تعقیب از این متعریف اولیاء الله گفته میشه که الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء الله اونمو کسایی هستند که اونا ایمان آوردن و تقوا را پیشه کردن. دیگه به این اساس گفتیم کل ما اولیاء الله گفته میشیم، چرا که ما خداوند دوستم داریم و به خداوند ایمان آوردیم و تا حد توان خود کوشش به تقوا هم میکنیم. باز اونا گفتن که خب ما باید اولیاء الله را در دعای خود به خداوند واسطه بگیریم. مثلا بگوییم که خداوند پیامبر صلی الله علیه و حبیبت است، دوستت است، بروی از این مشکلات ما را حل بگردان. چون ما روی سیاست مستقیم به خداوند رجوع کردن نمیتونیم، مستقیم به طرف خداوند رفتن نمیتونیم. اگرچه من دلیل برشان گفتم که خداوند میفرماید که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بونا توجه نمیکردن. مشکل اصلی استاد اینمی است فعلا که اکثر مردم و شما به این قائل هستن که میگن امی کرامت اولیاء که هست اینا بعد از وفاتشان هم قطع نمیشه، یعنی باقی میمانه و بعد از وفات هم اینا بین ما و بین خداوند اینا واسطه شده میتونه. و بعضی ها اینطور فکر میکنن که ما گناهکار هستیم، مستقیم به خداوند ما گفته نمیتونیم عرض و نیاز خدا، باید اولیاء الله را و دوستای خداوند در بین بیاریم. دیگه نمی مشکل عمده است در بین مردم ما. خدا کنه که از نمی درسای انشالله مردم ما پند بگیرن و چیزی را بفهمن. اینجا 3-4 نقطه هست. اول بیادبی در مقابل اولیاء الله، همی که تو در جمله اولیاء الله دولکی بابا را حساب میکنی، بعض شاعرها را اولیاء الله حساب میکنی. اولیاء الله را باید بشناسیم که کی اولیاء الله هستن. اول بشناسیم در رأس اولیاء الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آیا کسی هست که محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشه؟ بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اجماع امت اسلام اولیاء الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. اول انبیا هستن اولیاء الله.
اگر کدام کتابی نوشته شده باشه، یک روز یک کسی برای من گفت والا یک کتاب است نامش چطور است چون، من گفتم من کتاب نخواندم، اما اگر کسی کتابی نوشته کرده باشه به نام اولیاء الله و در رأس ازو محمد رسول الله را قرار نداده باشه در صفحه اولش، او کتاب مثلا چلیپا میکشه. هر کتابی که است او اولیاء الله شد، او اولیاء الله شد، او اولیاء الله شد و رسول الله مان قرار آمده. اول ولی و دوست الله که است رسول اکرم صلی الله، ما همین قسم عقیده است. بعد از پیغمبرها و انبیا و رسولا، بعد از اینا صحابه از اینا هست. در جمله اولیاء الله صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله اینا را مؤمن قرار داده و الله از پیش از اینا راضی هست و الله از دوست خود راضی می باشه، از دشمن خود راضی نمی باشه. و ولی به معنای چی است؟ دوست است. و بعد از اینکه قرون اول صحابه، تابعین و تبع تابعین اینا خلاص شدن در جمله اولیاء الله، در قرنهای دیگی که کسای دیگی آمدن، ما سند نداریم که اینا جنتی هستن یا دوزخی، لکن میگیم که ما هم اینا را نحسبهم کذالک ولا نزکی علی الله احدا. سر الله کس را تزکیه نمیکنیم. عشره مبشره بالجنت سندشان هست. صحابه که الله ازش راضی است از اونها هست. تابعین و تبع تابعین، رسول اکرم صلی الله علیه و گفته که خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بهترین هستند. اما بعضی کسای دیگه که هستن ما در قسمتشان نیت نظر نیک داریم، لکن قاطعانه نمیگیم. قاطعانه نمیگیم به خاطر که الله گفته که ولا تزکو انفسکم. ما بایستم که هستن اولیاء الله انشاءالله دوستای خداوند هستن، انشاءالله شهدا شهید هستن و صالحین صالح هستن کسایی که هستن، ولی ما مشخصا نمیگیم فلانی نفر جنتی هست. ما این سند ما نداریم، ما این حق نداریم، بر خود حق نمیدیم. خود ما درباره ما چی گپ است؟ کل ما ولی دوست خدا هستیم. کی هست در این مجلس بگه که من دوست خدا نیستم؟ کی هست؟ کسی هست همینجا؟ بخیزه بگه که من ولی یا دوست خدا نیستم. خیلی چی خدا هستی؟ زد ولی چی هست؟ ولی الله عدو الله. کل ما ولی دوست خدا هستیم. پس این عبارتی که میگن که بسیاری کسا هستن که اولیاء الله را دوست ندارن، خیر صاحب این اشتباه میکنن. ما دوستای خدا و اولیاء الله را، هر مسلمانی که به قرآن ایمان داره به اولیاء الله چی میکنن؟ احترام دارن. و هر دوست خدا، و از این خاطر به هر مسلمان که خدا دوست الله میگه دوست ما هست، زنده هست یا مرده هست. مسئله کرامت، آیا کرامت اولیاء به معنای ازی هست که اونا را عزتشون داشته باشیم، یا معنای کرامتی است که به عوض الله بر از اونا عبادت بکنیم؟ عزتشون داشته باشیم. الله اونا را عزت داده و کرامت داشته و الله بر از اونا کرامت داده بود. آیا در باب عقیده ما شما باز میخوانیم آیا کرامت به دست خود ولی هست؟ آیا معجزه به دست خود نبی هست؟ موسی علیه السلام عصا داشت، عصای موسی علیه السلام به مار تبدیل میشد، صحیح است؟ آیا عصای رسول الله صلی الله علیه و سلم به مار تبدیل میشد؟ پس معجزه به دست خود پیغمبر نیست. اگر معجزه به دست خود پیغمبر می بود باید یک پیغمبر معجزه دیگه پیغمبر هم می داشت. عیسی علیه السلام معجزهش بود که یبرئ الاکمه والابرص و یحیی الموتى. در قرآن میگه که عیسی علیه السلام اکمه و ابرص، اکمه چی را میگفتن؟ نابینای مادرزاد. معجزه عیسی علیه السلام طبی بود. در وقت عیسی علیه السلام طب بسیار پیشرفت کرده بود، مثل که امروز طب بسیار پیشرفته است، لکن در اون وقت نمیتونستن این مرضا را دکترها تداوی بکنن. معجزه آمد برشان نشان داد که بله این معجزه از طب کده بلندتر است. پس عیسی علیه السلام گفت که یبرئ الاکمه والابرص،
پیس شفا، لکن در هر جای بخواین و یحیی الموتی باز کلش گفته که به اذن الله قید کرده که عقیدت از قرآن اگر میگیری به اذن الله. خب وقتی که عیسی علیه السلام کور بینا میکرد، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونست کور بینا کنه؟ چون معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم الشان بود، شق القمر بود. آیا عیسی علیه السلام شق القمر کرده میتونست؟ نمیتونست. سعی کنین حداقل ما از احساسات از این گپایی که اینا میزنن، اینا قرآن نخواندن، اینا کرامت نمیشناسن، اینا معجزه را نمیشناسن، اینا فرق بین کرامت و معجزه و استدراج را نمیفهمن. فرعون دریا را استاد میکرد نمیکرد؟ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. بعضی اوقات به بعضی از انسانای فاسق و فاجر بعضی از چیزا داده میشه و مردم فکر میکنن پس روی استدراج میگن. پس ما اونجا معجزه داریم، کرامت داریم، استدراج داریم و این کلش اصطلاحات است که ما در عقیده میخوانیم و درس میدیم و تحقیق میکنیم. بسیاری کسایی رو نمیفهمن. خب وقتی که کرامت به دست یک کس نیست، به دست خودش نیست کرامتش، وقتی که زنده بود به دست خودش نیست، حالا که مرد در زندگیش به دستش نبود، حالا که مرد چطور به دستش هست؟ این دیگه مشکل است. شفاعت اسلامی را با شفاعت غیر اسلامی ما فرق میکنیم. شفاعت در عقیده اسلامی ما میگم بعضی کساس یک روز یک کس اومد یک سوال داشت، ما گفتم والا برو لنگی بیار که بعد تو دم یک روز دستاربندی بکنیم. ما اینو ماشیم 27م چندم درس عقیده است نه؟ تا بالا نیم عقیده را نرسیدیم، هنوز نه در توحید الوهیت هستیم. تو اومدیم یک روز کل چیزا رو میخواست که کل چیزا رو بفهمه. شفاعت از خود اصطلاح داره. در وادی درس شفاعت باز ما شما میخوانیم که شفاعت علما در عقیده مطابق قرآن و سنت تقسیم کردن که یکی شفاعت کبرا هست، یکی شفاعت صغرا هست. شفاعت کبرا و صغرا اردوش در روز قیامت میشه. در دنیا شفاعت یه پا نیست. تو نماز نخوان برو در شاید شمشیر جان اینم آمدم کت مادر اولادا یا هم سرخی سفیده کدگی و جرابا را کش کدگی است، من نماز نمیخوانم باز تو مرا شفاعت کو. والله شاید شمشیر میگه والا. بله ببینید عقیده دقتش دمیجه هست که اونا زنده هستن. شهدا و کسایی که انعام کرد الله ولایشان من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. در قسمت از آیات قرآن است. وقتی که آیات قرآن میگیریم، آیات قرآن باید این آیات با این آیات دیگه که آمده کلش یک جایی فهم علما میفهمن. اگر یک آیت بگیری یک آیت دیگه از پیشت خطا میخوره و وقتی که این آیت با این آیت اردوش یک جایی نفهمیدی اینجا در کفر داخل میشه. در یک آیت قرآن میگه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، کسایی که در راه الله مردن یا میت نگوین. پس بعضی کسا امی آیت خوانده خلاص اینه دیگه. در قرآن گفت که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، کلشان زنده هستن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زنده هست، فعلا 1432 سال است. ابوبکر صدیق هم 1400 و چند سال است. یا فلان است. کسایی که گفتن که رسول اکرم صلی الله علیه و وفات کرده و عوضش ابوبکر صدیق خلیفه گرفتن یا غلط کردن، پیغمبر زنده بود و چیز بود. نه. در آیت دیگه قرآن میگه که این خواندیم عقیده کردیم که یا زنده هستن، لکن چه قسم زنده هستن زندگیش بر ما قرآن تشریح میکنه، چون موضوع به عقیده تعلق میگیره. قرآن در آیت دیگه میگه انک میت و انهم میتون، پیغمبر تو میموری و دیگرها هم میمرن. آیت دیگه قرآن میگه که کل شیء هالک الا وجهه، کل چیزا میمرن، کل مخلوقات حتی جبریل و میکائیل و پیغمبرها کلشان میمرن بغیر از ذات خالق متعال. پس باز چطور میکنی؟ خیرای حل چی هست؟ باز میریم به قرآن رجوع میکنیم. قرآن عظیم شان میگه که بل احیاء عند ربهم. دو قسم زندگی است. یکی زندگی است در عالم ما، یکی زندگی است در نزد الله.
پس شهدا و انبیا زنده هستند، در نزد پروردگار رزق و روزی میبینن، قرآن میگن، اما به اعتبار دنیای ما مرده هستند. به اعتبار دنیای ما، از این خاطر وقتی که یک نفر شهید شد خودش مرده هست، طفلش یتیم است، خانمش بیوه هست به دنیای ما. اما ای که عزت خدا داره و در جای دیگه هست و الله برش رزق میده، به اون ما عقیده داریم. بله خود جسد هست که برای یک جسد، بر جسد یک کس الله برش عزت میده. وقتی که برای جسد یک کس الله عزت داد، ایمان از این نیست که در دنیا رابطه خود داره. پس آیا خانمای شهیدایتان بیوه است یا نیست؟ کرامت زندگیشان چی بود؟ آیا وقتی که در زندگی بودن کس را میفتن بیا بر ما عبادت بکن؟ آیا اونا میگفتن که بیاین پیش ما از ما بخواین؟ حتی کرامت خدا اولیاء الله بر کسش آشکار نمیکرد. و وقتی که اونا کرامت داشتن در زندگی خود به این شکل نبود که کس را به شرک مبتلا بکنه. پس اولیاء الله شخصیت های عالی بودن که چی میکنن؟ این حال قرآن باز بر ما میگه که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. سر از این من نرسیم، گفتم باز هفته آینده بخیر سرش بحث میکنیم. ولله الاسماء الحسنى، الله 99 نام خدا در قرآن و در احادیث ذکر شده. الله الرحمن است، رحیم است، غفور است، ستیر هست. چرا چی بدیدی از 99 نام الله که تو به غیر الله رجوع میکنی؟ چرا دوست نمیگی که یا الله تو رحمان هستی، یا الله تو رحیم هستی، یا الله تو غفار هستی من گناهگار هستم، یا الله تو ستیر هستی، ستار نامده ستیر آمده، تو ستیر هستی بسیار ساتر کننده هستی، یا الله تو به خاطر اللهم انی اسألک باسمائک الحسنى. آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کدام دعای خود گفته که خدایا بر روی ابراهیم علیه السلام، خدایا بر روی اسماعیل علیه السلام، اونا شخصیت های بزرگ نبودن؟ در قرآن بخوان کل پیغمبرها که میگن رب، یک پیغمبر چی میگه؟ رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. پروردگارا، ای پروردگارا، ربنا آتنا فی الدنیا. یونس علیه السلام در شکم ماهی چی میگفت؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پس تو دین به طریقی کی میری؟ یکی نقشه پیغمبر است و یکی نقشه غیر پیغمبر است. این نقشه که اینا میگن این نقشه در نقشه پیغمبر جای نداره. این محبتی که اینا میکنن این محبت به طریقه پیغمبر نیست. ما از رسول الله هم پرسان میکنیم که محبت تو چه قسم است؟ مثلا یک کسی خودت بیا اینجا